جهانی می شود گوشتین که عالم انتظار است، که دامن می کشاند هر کجای که میدان داری است. به نوبت می رود هر دم کنار این دیار ما، که این نوبت بود یابان مکان نامداران ما. تاریخ 20 اپریل میدان بزرگ یاوان شهر، انقدرش جماعت دهنه میزبان معرکه گوشتینگیری با جز از پهلوانان میهن، همچنین ورزشکاران از کشورهای ازبکستان، ایران، کرگیزستان و افغانستان با این مسابقات دعوت گردیدند. مقصد از برگزاری مسابقه رشد سنت اجدادی و رونق دادن گوشتینگیری در جهان است. غالبان را تحفه های مالی و پولی و مهم از همه 10 سر اشتر انتظار است. جایزه 4 عدد автомашین نو که سال برآمدش 2025 است. پس مخلصان را برای دستگیری و پهلوانان را برای نبرد دعوت میکنیم. در حالت نامساعد آمدن باد و هوا، تاریخ برگزاری گوشتین برای روزهای دیگر گذاشته می شود که ما شما را پیشتر آگاه خواهیم کرد. بیابش سر میدان سبزی زیبای یاوان شهر، با دیدن هم سیاحت، تماشای گوشتینش حلاوت بر.